برای بچه‌های 0 کیلومتر بچه‌های 0 کیلومتر باید یک چیزی رو اول بدون. آقا زبانچینی چه گرایش‌هایی داره، بازار کارش چه فرق‌هایی داره. اول میریم سراغ گرایش‌ها، بعد میریم سراغ بازار کار. اولین موردی که هست گرایش‌ها و اهدافتونه. شما وقتی می‌خوای زبانچینی رو شروع کنی بسیار مهمه که هدفت چی باشه. آیا هدفت صرفاً علاقه‌مند به زبان میگی؟ نه، من صرفاً عاشق زبانچینی ام، من دوستم زبانچینی رو یاد بگیرم، کارم نتونستم بکنم اشکال نداره. میگیم باش، شما زبان عمومی رو میتونی بخونی. زبان عمومی رو بخونی چی میشه؟ میتونی فیلم تماشا کنی، به موسیقی گوش بدی، خوندن کتاب، زندگی در یک کشور چینی زبان، یا به صورت خلاص‌تر همین صحبت‌های من با شما به زبان عمومیه. در زبان تخصصی نیست، زبان مثلا اصطلاحات کامپیوتر، اصطلاحات حقوق، اصطلاحات صنعتی نداره، چیز روزمره‌ایه. ولی به درد مترجمی صنعتی و تجاری هم نمیخوره، به درد کار روزمره میخوره. خب تحصیل در کشور چین، میگه آقا من میشنیدم که کشور چین شما اگه مثلا تا یه حد خوبی زبان بلد باشی، در گرایش آکادمیک آزمون HSK مدرک 4 یا 5 رو داشته باشی، به صورت رایگان میتونی توی چین تحصیل کنی و تازه در شرایط خیلی زیادی حقوق هم دریافت میکنی. میگیم بله، شما برای این کار باید آزمون HSK رو بدی، در کلاس های تخصصی آزمون HSK شرکت میکنی، خیلی شاد و خوشحال نمره بالا میگیری، میری چین زندگی رو میکنی. یکی میگه من عشق تدریسم، من الان معلم انگلیسی ام، معلم آلمانی ام، معلم فرانسوی ام، معلم کره ام، ولی میبینم که آقا تدریس این زبان ها همچنان چنگی به دل نمیزنه، میخوام بیام تو زبان چینی، چون دارم میبینم که همکار من که داره چینی تدریس میکنه چه درآمد خاص سری داره. یا اینکه نه، کلا من میخوام یاد بگیرم زبان چینی رو تدریس کنم، عشق تدریسم، عشق تدریس زبان هستم، حالا هم به زبان چینی هم علاقه دارم. اینجور افراد ابتدا باید تخصصشون رو مشخص کنن، یعنی ببینن آقا چی رو قراره درس بدن. بعدش که اون مشخص شد توی اون زمینه کار کردن، یه دوره تربیت مدرس، یه دوره کارآموزی با حقوق، بعدش هم میرن سر کار. حالا این دوره جامع که اینجا نوشتیم چیه؟ در مورد این کامل صحبت میکنیم. بیاین بریم در مورد تخصصات یکم با هم صحبت کنیم. میگه من میخوام مترجم بشم. اینجاست که گرایش های چینی دیگه زیاد میشه میاد بالا. میگیم خب در چه زمینه‌ای میخوای مترجم بشی؟ در ذهن عموم 6 تا گرایش مترجمی ما داریم که البته 3 تا بیشتر نیست در واقع، ولی خب چون اکثرا با این اسامی شناخته شده من همینجوری خردش کردم و 6 تا رو آوردم. اولی مترجمی عمومیه. مترجم عمومی یعنی چه؟ یعنی کسی که زبان عمومی بلده و میتونه این رو تبدیل و ترجمه کنه. ببینید صرفا بلد بودن زبان عمومی به این معنی نیست که شما توی زبان عمومی ترجمه کنی. مثل خود من ممکنه شما در محیط انگلیسی رو یاد گرفتی، میتونی کامل انگلیسی صحبت کنی، انگلیسی بفهمی، انگلیسی زندگی کنی، ولی نمیتونی ترجمه کنی. من مثلا، پس این بسیار مهمه. یا صنعتی، میگم در زمینه صنعتی کار کنم. خب بازار کارش مشخصه، دوره‌های مشخصی داره، صحبت میکنیم در موردش. میگه میخوام در زمینه تجاری کار کنم، مترجم تجاری باشم. خب گرایش ها کاملا مجزاه. کتاب های مخصوص تجاری رو باهاش کار میکنیم که در ویدیوهای بعدی جلوتر خواهیم داشت. یا میگه گردشگری، که در واقع گفتیم بچه ها اینها 6 تا نیست، 3 تایه. چرا؟ چون آقا گردشگری حالت پیشرفته عمومیه، یعنی شما زبان عمومی تو که خوب بلد میشی، بعد میای توی 2 ترم گردشگری میخونی. مترجمی رسمی، رسمی میشه بچه همون حقوقی. خب باز اون هم، این حقوقی هم پیشرفته تجاریه که شما مثلا تجاری رو میخونی، بعد میای 2 دوره رسمی هم میگذرنی یاد میگیری. و اینجا که خیلی ها میگن آقا من میخوام مترجم شفاهی بشم، برای همین اینجا جدا آوردنش. ببینید مترجمی شفاهی یک مهارته، نه یک چیزی که من به شما آموزشش بدم. یعنی ما کتابی نداریم که بگیم شما میخوای HSK بخونی این کتاب بذار جلوت، شما میخوای مترجم شفاهی بشی این کتاب بذار جلوت. نه، شما باید در یکی از همین نهایت 5 تا آپشن بالا انتخاب کنی. بعد که به یه حد خوبی رسیدی، حالا تهش میبینی که میخوای بری شفاهی ترجمه کنی یا کتبی ترجمه کنی، که این شفاهی کتبی مهارته که در کارگاه ها آموزش به شما داده میشه، میتونی در کارگاه ها یاد بگیریشون. و بچه هایی که الان تا اینجا همراه ما بودن، میخوام ببینم خب بازار کارش چیه؟ این گرایشی که گفتی لطفی، بازار کارش چطوره؟ چطوری میتونم کار کنم؟ خیلی ساده. شما زبان چینی رو، پس ما در ویدئوی قبلی چی گفتیم؟ ما گفتیم آقا زبان چینی چند تا گرایش داره. یکی گفتیم زبان عمومیه که گفتیم خودش 2 گرایش، زبان عمومی و گردشگری میشه. زبان عمومی رو در 4 سطح
زبان گردشگری رو در 2 سطح یاد میگیریم. یه گرایش زبان آکادمیک داریم که گفتیم همون HSK و در 6 سطح آموزش داده میشه. بعدی گرایش تجارت و بازرگانیه که 2 بخش تجاری و حقوقی داره. شما تجاری رو در 3 سطح و حقوقی رو در 2 سطح یاد میگیرید. و در نهایت چیزی که اون عقب‌تر توی اسلاید قبلی در ویدیو قبلی گفتیم، جامع. یه لحظه فقط اسمشو گفتیم. جامع چیه؟ جامع یعنی که تمام اینها رو در خودش داره. اسمش دیگه جامع از جمع میاد، یعنی هم مجموع همه این هاست که یه بخش پایه داره، یه بخش مترجمی. بچه‌هایی که میان مترجمی میخونن عموما انتخابشون جامعه، یعنی نمیان بگن من میام تجاری میخونم بعد میشم مترجم. چرا؟ چون با خودش میاد 2 تا 4 تا میکنه. اگر تجربه کار داشته باشه میبینه آقا اینها هزینه ها و قیمتاش که آنچنان فرقی نداره. من وقتی بیام جامعه بخونم، وقتی که در زمینه های زبان عمومی قوی باشم، روی بحث تجاری و حقوقی منم تاثیر میذاره. وقتی زبان آکادمیک و استاندارد خوبی بلد باشم، روی نحوه ترجمه من تاثیر میذاره. پس میان اکثرا جامعه رو یاد میگیرن که جامعه پایه‌اش شامل 4 سطح A1, A2, B1 و B2 میشه و مترجم که میشه تمام سطوح HSK عمومی و تجاری. و مترجمی هم که میشه سطح C1 و C2. گفتیم در 3 شاخه عمومی، صنعتی و تجاری قابل استفاده است. خب این شد خود زبان که ما توی ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم. ولی بازار کارش چی کار میتونم باهاش بکنم؟ اینو ببریم کنار. حالا بازار کار بیاد. شما 3 تا کار میتونی انجام بدی با یادگیری زبان چینی. البته کار چهارمی هم هست که بعد اینا بهتون میگم. تدریس، راهنمایی تور، ترجمه. تدریس شما میتونید در زبان عمومی بکنی، زبان تخصصی و یا HSK. زیاد اینها رو باز نکردیم، فقط در حد تیتر اینجا داریم میگیم. دیگه شما وقتی که علاقتون رو پیدا کردین میتونین دقیق‌تر بیاین و مشاوره بگیرین که رایگان هم هست مشاوره. راهنمایی تور میتونین برای آژانس‌ها این راهنمایی رو داشته باشین یا به صورت شخصی انجام بدین. میرین توی آژانس‌ها حالا ممکنه تور داشته باشن چینی هایی که میان ایران یا ایرانی هایی که میرن چین. عموما ایرانی هایی که میرن چینش گزینه خیلی جذاب تریه و اکثر افراد دوست دارن به اون سمت برن چون تا حد زیادی کار فان و خوبیه. و یا به صورت شخصی کار کنید که شخصی دیگه دستتون خیلی بازتره برای اینکه با چه پیمنتی با چه صورتی کار کنید. و بحث ترجمه که میشه عمومی و تخصصی. عمومی که صحبتشو کردیم، تخصصی که گفتیم میشه حالا گردشگری، تجاری، صنعتی. الان یک سوال پیش میاد، آقا راهنمایی تور چه فرقی با ترجمه گردشگری داره؟ ببینید شما وقتی داری راهنمایی تور میکنی داری با چینی ها چینی حرف میزنی یا با فارسی زبان ها فارسی حرف میزنی. یعنی بیشتر کار تو دانش راهنمایی توره، دانش تاریخیه، دانشی که میخوای صحبت کنی، توضیح بدی اماکن رو، آداب و رسوم رو. گردشگری شاید شما اون توانایی های صحبت کردن و سخنرانی نداشته باشی ولی سوادش رو داشته باشی. یا بهتر بگیم ترجمه گردشگری از کسایی که راهنمایی تور سواداشون یکسانه ها. کسی که راهنمایی توره ترجمه گردشگری بلده، ولی راهنمای تور یک توانایی های مدیریت گروه، مدیریت جمعی، سخنرانی، اینها رو به شما به مترجم گردشگری این توانایی ها، این اسکیل ها رو، مهارت ها رو بدی، میشه راهنمای تور. خب حالا براتون سوال پیش میاد، اوکی من الان فرض کن انتخاب میخوام بکنم تجاری و صنعتی، کار من چیه؟ من چه کارهای بازار کارم کجاست؟ چرا فقط تایتل شد؟ ببینید کسی که میخواد تو حیطه تجاری فعالیت بکنه عموما جذب شرکت ها میشن. شرکت هایی که بحث های تجاری دارن، چه حالا واردات چه صادرات. این حالا جزئی تر هم هست، بخش حالا ترجمه جلسات رو هم شامل میشه، ترجمه متون رو هم شامل میشه، صحبت های تلفنی رو هم شامل میشه. ولی خب کلیتش کار در شرکت هاست. درآمداش هم درآمد خوبیه. تعرفه حالا تعرفه ها هر سال میاد. حالا من امسال بر اساس سال 402 تعرفه برای شرکت ایرانی ماهی 100 میلیون خالص به عنوان حقوق برای مترجم. برای شرکت هایی که رئیس غیر ایرانی دارن 160 میلیون پای خالص هست. خب و صنعتی، شما وقتی که میخواید مترجمی صنعتی بکنید 2 حالت داره باز. یا اینکه به صورت فول تایم در یک کارخانه مشغول هستید که خب معمولا کارهای ترجمه اون بعضا مهندس های چینی که تو کارخانه هستن رو انجام میدید، یا راه اندازی دستگاه ها
تعمیرات، و یا اینکه نه به صورت پارت تایم کار میکنین، به صورت دائم اونجا نیستید. شرکت های مختلفی ممکنه کارهایی داشته باشن شما میرید، کارخانه های مختلف ممکنه کارهایی داشته باشن شما میرید. این به این صورت. پس این شد یک دید کلی از بازار کار. حالا هر کدومش برای شما جذاب بود میتونید بیاید و در موردش اطلاعات بیشتری کسب بکنید.